یک анекдот нақл کنم. سوزه کنید اینجا که خوب بین خیلی سرش میکنیم. یک مردک دخترش به شوهر میتیه. بعد از بین 3 سال میگذره. یک روز دامادش به خونه خسرش میبیاد میگه که تقام میگه خیلی نه ای بین 3 سال گذشت توی ما 3 سال شید مقصد دختری شما کودکدار نشید. با این مرده حیران میشه میگه که چخیل کودکدار نشید. میگه دختری من میگه در خانه ایمه بود میگه هر سال کودکدار میشید. باشی سلامت برادر.